بهشون هیچ نمیتونیم ارتباط بگیریم. پس ببینید نسل بعدی ما اگه به دادشون نرسیم، بعد متاسفانه بعضی از مسئولین ما که غرب زدن دیگه اصلا فکر میکنن هرچی اونوره اون درسته. یعنی مثلا این نمک طبیعی که ما میگیم که همینم از عوامل جلوگیری از بلوغ زودرس همین نمک طبیعیه. چرا؟ حالا میگم دلیلش. مثلا اونا که تصمیم گیرن تو کشور ما که اختیار تصمیم گیری برای سلامت ما الان دست اوناست، یعنی اون تصمیم میگیره که من چی بخورم، اون آدم اصلا ذهنش اونوره، یعنی اصلا ذهنش با اینور نیست، با کشور نیست، ذهنش توی دستوراتی که از اونور میدن. همونا که جلوی چشمشون مسلمونا رو تیکه تیکه میکنن، همونا تصمیم میگیرن که من چی بخورم، شما چی بخوری، بچه ما چی بخوره، ما چی ببینیم، ما چی گوش کنیم، همونا تصمیم میگیرن برای ما متاسفانه. یعنی ما هم در رده جوان هامون یه سری الان آسیبای جدی داریم، هم در رده بالاتر مسئولین ما خیلی هاشون اصلا فکرشون غربیه. ظاهر ریش داره، مثلا ظاهر مسلمونه، ولی در باطن فکرش انگلیسی آمریکاییه. ما نگرانیمون الان ایناست و جالبه که اینا تصمیم میگیرن برای ما. آره دیگه. یعنی الان شما میرید یه رستوران، میدونید که الان مصرف نمک طبیعی، نمک ارگانیک که اروپایی‌ها الان مصرف کنن در رستوران‌های ما ممنوعه. اگر مغازه‌ای نمک ارگانیک که شامل گفتم و 82 تا عنصر طبیعی که همین جلوی بلوغ زودرس رو میگیره، اگر یه مغازه‌ای الان بازرس ما بره، بازرس وزارت بهداشت بره ببینه یه مغازه‌ای داره نمک سنگ میفروشه، نمک ارگانیک میفروشه، پلمپ اون مغازه و 800,000 تومان جریمه نقدی داره. اگه یه رستورانی اون نمک تو غذا بریزه، اگه یه نانوایی اون نمک توی نانش بریزه، در حالی که ما یقین داریم از لحاظ علمی همه جای دنیا قبول کردن که نمک باید نمک ارگانیک باشه و کل دنیا داره استفاده میکنه، کی تصمیم گرفته که ما باید نمک سمی مصرف کنیم؟ اینو برید در بیارید. من میگم مگه شما حق داشتید که این کارو بکنید؟ چرا باید نازایی اینقدر زیاد بشه؟ برای اینکه یکی از دلایل نازایی کمبود مثلا منگنزه. من از شما سوال میکنم آیا نمکی که فقط سدیم کلور خالیه، یه ذرم یود ما قاطیش کردیم، منگنزش چی میشه؟ منیزیمش چی میشه؟ رویش چی میشه؟ آهنش چی میشه؟ در حالی که همه اینا تو اون چیزه هست، تو اون نمک طبیعی خودمون هست. نیازی به این مکملا نبوده. دقیقاً. من از شما سوال میکنم یکی از دلایل نازایی و همین بلوغ زودرس مصرف نان بدون سبوسه. کی اومده آرد ما رو بدون سبوس کرده؟ میگن نامه رضاخان، نامه‌ای که سفارت انگلستان به رضاخان که دستشانده انگلیس بوده هست که من بعد باید در نانوایی‌های ایران نان بدون سبوس توزیع بشه به خاطر غیر بهداشتی بودن. واقعا سبوس غیر بهداشتیه. پس گروه ویتامین های بی چی میشن که اینا کوآنزیمن؟ هنوزم داره اجرا میشه. جالبه هنوزم ما آردو بدون سبوس به نانوایی ها میدیم، بعد اونا میرن سبوس میخرن میارن یه پول اضافه میگیرن سبوس قاطیش میکنن. خصوصا تو نانوایی تو نونای سنگک این اتفاق میفته. این اتفاق میفته. آپشن شده، سبوسه شده آپشن، بعد یه پول اضافه بدید. تازه شما فرمودید ظاهرا اون سبوسه باز اون کارکرد رو نداره، چون یه بار جدا شده و ویتامین های گروه بی بسیار حساس. مثلا ویتامین B2 که هم ریبوفلاوین هست به شدت حساس به نوره. خب شما الان سبوس رو جدا کردی، این همه نورم که داره بهش میخوره، یعنی اشعه ماورای بنفش این ویتامین B2 رو چیکار میکنه؟ غیر فعال میکنه، ریبوفلاوین رو. از اونور تیامین که در واقع ویتامین B1 هستش که برای اینکه موهای ما نریزه، برای اینکه پیری زودرس نگیریم، برای اینکه مغزمون خوب کار کنه، برای اینکه انرژی خوب تو سلول‌ها تولید بشه، تیامین ضروریه. همه جای دنیا میدونن این تو همون سبوسه است. خب کی این دستور رو داده که این سبوس از آرد جدا کنن بعد بیارن قاطیش کنن؟ هنوزم داره اعمال میشه اینجا. اینا که رده های حکومتیه دیگه. یعنی ما الان حرفمون اینه، ما میگیم که بالاخره باید یه عقل سالمی اینا رو حداقل بیان بحث کنیم، بیان کتابا رو بیاریم، ما کتابامونو بیاریم، اونها هم کتاباشونو رو بیارن، بشینیم با آیا شما ریبوفلاوین قبول ندارید؟ آیا تیامین قبول ندارید؟ سیان و کوبالامین رو قبول ندارید؟ چرا اینها رو تو این تغذیه ها شما ببینید یه غذای سالمی که شامل همه کوفاکتورها و کوآنزیم ها باشه، مثلا همین غذاهای سنتی ماست، مثل خورشت قیمه، خورشت قرمه سبزی، فسنجون، عرض کنم خدمت شما که کوفته، آبگوشت. خب این غذاها تبدیل شده الان تو خیابون‌های تهران شما ببینید از هر
20 تا از این پیتزا فروشی ها و اینا شاید یه دونه آبگوشت فروشی پیدا کنی، شاید، بعید میدونم اونم برای من شما اونم تازه وقتی میری تو اینقدر دوده قلیون و اینقدر آلودگی و آدمای خاصی مثلا میبینید با یه وضعیتی که اصلا آدم با خانواده نمیتونه وارد اونجا بشه، انگار مثلا یه جایی برای مصرف دودیجات و اینجور چیزا. یعنی میخوام بگم اینا در واقع ایناست که باعث شده بچه‌های ما دچار بلوغ زودرس بشن، دچار نازایی بشن، دچار ناباروری بشن. اینا بسیار نکات خیلی خوبیه. نه عالیه آقای دکتر، نکات خیلی خوبی اشاره فرمودید و واقعا آدم هم دلش میگیره هم دلش میسوزه که چرا این اتفاق داره میفته، چرا هنوز هم ادامه داره و به هوش نیومدیم. حالا حداقل ما خودمون توی خونه خودمون باید بیشتر مواظبت بکنیم، برگردیم به غذاهای سنتی خوب و مغذی که داشتیم. آبگوشت رو فراموش نکنید، یادش بخیر، کوفته، روزای جمعه کنار هم اگر قرار میگیرید حداقل ماهی یکی دو بار، یکی دو تا جمعه رو آبگوشت با هم بخورید. تاس کباب، تاس کباب که الان منقرض شده دیگه تقریبا. دقیقاً اصلا واقعا منقرض شده. سالی یه بارم شاید بعضی از خانواده اصلا